بازار بوش کابل جای برای فروش لباس‌های نظامی. برایمان اجازه تصویربرداری داده نمی شود، اما تلاش می کنیم با تلفن همراهمان تصویر بگیریم. یکی از فروشندگان این بازار به ما گفت: با شمول وکیلای پارلمان، با شمول وزیرا، با شمول رئیسا بانان بازار بوش جنین من لباسا نمی ارگانای امنیتی و کشفی خپلش میایین میجا کنه لباس هم میخرن دیگه. کلی مردم پاور داره. حتی اینم دکانای را داریم که تمام لباس و تا دستکش و روجایی و توشک همین پی پی اس محافظین رئیس جمهور میآمیده. این لباس‌های نظامی که نزد مردم به لباس‌های پلنگی مشهور است، خریداران و علاقمندان زیادی دارد. اینجا منطقه جاده میوند شهر کابل است. اینجا افزون بر خرید و فروش، دوخت و دوز لباس‌های نظامی نیز در همین جا می شود. خیاطان میگویند برای فروش لباس‌های نظامی جواز دارند و این لباس‌ها را تنها به کسان می‌فروشند که کارت هویت نظامی داشته باشند. تکه که دولت برای افراد توزیع میکنه، تکه دولت و ما روی اسناد کارت هویتش و دیگه ما برش جور میکنیم. و بعد تکایید که از نظام دور است، مثلا گاردی است و گاردا جور میکنه، از بازار آزاد خریداری میکنه، ما برشون جور میکنیم. ما با می ماشینای خود کار را میکنیم که با خدا مو جرمنی نمیتونه. شما چی در سمپل بتین به ما که خارجی باشه، ما با اینمی به شما دوباره میتیم. اگر از او تفاوت دیش بود او مشکل است باز. اما وزارت امور داخله فروش این گونه لباس‌ها را در بازارهای عمومی نمی‌پذیرد و میگوید اگر فرد به اتهام فروش تجهیزات نظامی بازداشت شود، مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد. د پولیسو یونیفرم د افغانستان په هیڅ ځای کې نه خرڅیږي او دې ته اجازه هم نه ده ورکړل سوې. یوازینۍ ستونزه چې موږ درلودله هغه د ځانګړو قطعاتو یونیفرم و، ځکه هغه شباهت یې درلوده د نورې نړۍ د امنیتي ځواکونو سره. د هغه لپاره په ځینو بازارونو کې د دې خرڅلاو عادي سوی و چې اوس یې استفاده او ګټه اخیستنه تقریبا صفر ته رسیدلې ده. اما مردم میگویند لباس‌های نظامی که به گونه غیرقانونی به فروش میرسند برای انجام کارهای غیرقانونی استفاده میشوند. به باور آنان بیشتر سرقت‌های مسلحانه، دزدی‌ها در شاهراه‌ها و قتل‌های هدفمند با استفاده از همین لباس‌های نظامی صورت میگیرند.